بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت دکتر حسین سمسامی هستیم، نماینده مجلس. سلام آقای دکتر. علیکم السلام، خسته نباشید. انشالله خدا به شما سلامتی و قوت بده. خدمت شما هستیم آقای جعفری. آقای دکتر، شما یه اطلاعاتی رو اخیراً منتشر کردین که این خیلی سر و صدا ایجاد کرد و اون اینه، من از متن توییتتون میخونم. طبق اطلاعات رسمی اخذ شده از دیوان محاسبات کشور، از مجموع 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی 7 سال اخیر تنها 174.8 میلیارد آن برگشته و به عبارتی 95.6 میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی کشور برنگشته است. و حالا بعد از اونم یه سری اطلاعات دیگه دادین که راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اول یه مقدار راجع به این توضیح میدید، این ارز اصلا چرا باید برگرده؟ چون خیلی اومدن گفتن آقا خب پول خودشونه، ارز خودشونه، مالیاتشو دادن و مال خودشونه دیگه، میخوان برگردونن، میخوان برنگردونن، میخوان ببرن اصلا خارج از کشور اونجا ملک بخرن، خرید کنن. اول از ضرورت این که باید برگرده اگه میشه خیلی کوتاه بگیم و تا حالا من توضیحات بعد از شما بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بس اینه که به هر حال اقتصاد در هر کشوری یک سری منابع ارزی داره و یک سری مصارف ارزی داره. خب ما منابع ارزیمون صادرات نفت است، صادرات غیر نفتی است و منابع مصارف ارزیمون هم واردات مواد اولیه است، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای اساسی است. به هر حال اون کسی که تولید کرده و صادر کرده طبیعی هستش که اومده از امکانات کشور استفاده کرده و از سرمایه کشور استفاده کرده و طبیعی است که وقتی که کالایی رو صادر میکنه نمیتونه بگه که به هر حال این کالایی که من دارم صادر میکنم چون اون زنجیره نهاییش به ایشون تعلق داره، چون به هر حال کالای نهایی دست ایشون صادر میکنه، یک زنجیره ای از فعالیت‌های اقتصادی در اینجا دخالت داشته. یعنی اینکه به هر حال از اون مواد اولیه گرفته تا اون نیروی کاری که ایجاد شده و تمام این زنجیره در خدمت این تولید بوده و تقریبا میشه گفتش که تمام این زنجیره باید از منابع این حاصل از این صادرات استفاده کنه. یعنی اون کسی که این کالا رو صادر میکنه نمیتونه بگه که آقا ببخشید من میام این کالا رو صادر میکنم، ارزش رو با هر قیمتی که میخوام میفروشم. یعنی اینکه به هر حال اون کسی که اومده کار کرده و اون کالا تولید شده داره به ریال دستمزدش رو میگیره، اون مواد اولیه که این از داخل بهره برداری کرده او به ریال داره قیمت گذاری میشه. تمام اینها، این فرایندها. و بعد چطور میشه اون کسی که میاد این کالا رو میگیره و صادر میکنه او میخواد منافع ارزیش رو ببره، در حالی که منافع ارزی برای کل اقتصاد، کل زنجیره است. این یک نکته بعدی اینه که به هر حال کشور مصارف ارزی داره. ما در شرایط تحریم هستیم. تمام کشورهای دنیا وقتی که در یک همچین شرایطی گرفتار می شدن، حالا شرایط جنگی و غیر جنگی، صادر کنندگانشون رو ملزم می کردن که ارزششون رو وارد کشور بکنن و جریمه های بسیار سنگین اعمال می کردن، چون به هر حال ارز جزء ثروت ملی است و همه کشور و همه آحاد جامعه در شریک هستن. بله، تو کالا صادر کردی، ارز گرفتی، ارزش رو باید برگردونی و بعد به هر حال اون مقدار ریالی که متعلق به شماست شما تصاحب کنی، ولی ارزش باید بیاد در زنجیره قرار بگیره. هند همین کارو کرد. شما تجربه کشورها رو نگاه کن، چین، هند، کره جنوبی، بسیاری از کشورها در مقاطعی صادر کنندگانشون رو ملزم میکردن که ارزششون رو بیارن و شدیدترین مجازات رو برای کسایی که به اصطلاح اخلال ایجاد میکردن. به هر حال اگر اقتصاد دارای یک ساختار حکمرانی است، حکمرانی ارزی، وقتی که سیاست گذاری میشه که ارز بیاد در چرخه اقتصاد قرار بگیره، شما که نمیتونید بگی آقا ببخشید این مال منه، من نمیخوام بدم. مثل اون که یک کارخونه داره، فردا میگه آقا من دوست دارم کار کنم، 5000 کارگره برم دنبال کارشون، من دوست دارم این به اصطلاح کار انجام میشه. فردا مغازه‌های بازار
با هم جمع میشن میگن آقا ما فردا دوست نداریم کار کنیم چون مال خودمونه دیگه. 100 نفر با هم جمع بشن برن مغازه‌شون رو تعطیل کنن، میگن آقا ما فردا نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. مگه قراره که اینجوری باشه؟ یعنی هر کسی که صاحب یه چیزیه، منم استاد دانشگاه هستم، یا فردا استادای دانشگاه بیان جمع بشن که ما دوست نداریم فردا بریم دانشگاه هر کاری دوست داره بکنه انجام بده. یا نماینده‌ها جمع بشن که ما دوست نداریم مجلس. دست خودمونه دیگه. ما دوست نداریم. او قانون گذاشتی که تو اگر نهی غیبت و غیبت بزن، هر کاری دوست داری بکن. من دوست ندارم بیام مجلس. مگه اینجوریه کشور؟ مگه اداره کشور اینجوریه؟ یه قوانین وضع میشه در کشور، همه باید تابع قوانین باشن. قوانینش هم اومده از مجلس و شورای نگهبان تمام این ساختار حکمرانی رو پشت سر گذاشته. بعد همه باید تابع قانون باشن. وقتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگه که ارز حاصل از صادرات رو باید بیاره صادر کننده به بانک مرکزی بفروشه، خب باید این کار انجام بده. او که نمیتونه قانون تن نده. فردا من میخوام رانندگی کنم چراغ قرمز، من دوست دارم چراغ قرمز. کی گفته من چراغ قرمز باید رد شم؟ میگه قانون گفته. میگه قانون بر خودش گفته من ماشینم هست دوست دارم اینجا رد بشم. خب این که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه که، این میشه بیقانونی. هر کسی دوست داشته باشه هر کاری که بخواد انجام بده چون مال خودشه، این که نمیشه که. بعد یک سری کالاهایی هست که این کالاها بهش میگن نان تنجیبل هست. نان تنجیبل یعنی چی؟ یعنی اینکه یه تنجیبل داریم، یعنی منافعش رو شما میتونید حس بکنید، ملموسه. یک سری یا نان تنجیبل هست، یعنی منافعش غیر محسوسه و منافعش برای همه اقتصاد هست. اونا یک جوری حکم کالای عمومی رو پیدا میکنن. وقتی که منافعش برای همه کشور، برای همه جامعه هست، لذا اون ملزم هستش که به اصطلاح دولت دخالت بکنه، چون منافعش برای همه جامعه داره استفاده میشه. اون باید به اصطلاح اون کالا رو در اون کشور به اصطلاح بیاره عرضه کنه و نمیتونه فقط به خودش بگیره، چون منافعش منافع همه کشور. ارز که وارد کشور میشه میخواد بشه مواد اولیه. مواد اولیه میاد در فرآیند تولید قرار میگیره، کلی اشتغال ایجاد میکنه، ارزش افزوده ایجاد میکنه، تولید ایجاد میکنه و مجدد اون تولید در فرآیندهای صادراتی استفاده میشه. لذا از نظر قانونی، از نظر عقلی، از نظر منطقی، از نظر چرخه تولید و علمی ارز باید برگرده. بس اون کسی که میگه من نمیخوام ارز رو برگردونم، مثل این که من نمیخوام چراغ قرمز رو نگه دارم، من دوستم فرار سرمایه دیگه همینه دیگه، درسته؟ حالا این اصلا این در واقع قانون شکنیه. حالا اون بحث فرار سرمایه که خودش یه جور قانون شکنیه. این حالا نکته که وجود داره اینجا اینه که پس ارز باید برگرده. این که حالا چرا این ارز بر نمیگرده؟ خب دلایل خاص خودشو داره. یعنی به هر حال وقتی که ما یه قانونی میگذاریم در 1400 مصوب میشه، بعد 1401 این اجرا میشه، طبیعیه که مجریان قانون باید قانون رو حفظ کنن. ببین قانون باید ضمانت اجرا داشته باشه. شما اگر فردا بیای بگی که آقا بسم الله الرحمن الرحیم از فردا مردم باید چراغ قرمز رو وایسن، ولی این ضمانت اجرا نداشته باشه، من از چراغ قرمز رد شدم دیدم خبری نشد، از اون یکی چراغ قرمز رد میشم خبری نشد، دیگه این چراغ قرمز کسی قانون رعایت نمیکنه. اما اگه ضمانت اجرا داشت، من مجبورم که قانون ضمانت اجرا چیه؟ جریمه است، توبیخه، توقیفه. خب در بحث ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برگشتش همینه. ما یه قانونی مصوب کردیم که تو این قانون ضمانت اجرا داره. ضمانت اجرا جریمه‌های سنگین و حبسی است که برای کسایی که ارز وارد کشور نمی‌کنن. وقتی که من ارز رو وارد نمی‌کنم و معرفی نمیشم به قوه قضاییه و قوه قضاییه عمل نمیکنه، خب نتیجهش چی میشه؟ وقتی که من میام یک کارگروه بازگشت ارزی رو تشکیل میدم و میگم اگر صادر کننده 60% ارزش رو برگردونه مجازه که دوباره صادر کنه. خب یعنی چی؟ یعنی من 40% رو اگر بر نگردونم میتونم دوباره صادر کنم. خب 40% رو بر نمیگردونم، پس اونجا خلافه، اونجا هم ترک فعله. خلاف و ترک فعل وقتی که با هم دیگه ترکیب میشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما از سال 97 تا 404 270 میلیارد دلار صادراتمون میشه، 95 میلیارد دلار چی؟ بر نمیگرده. این دقیقاً شبیه همون چراغ قرمزیه که ضمانت اجرا نداره. دقت کردید؟ و این میشه فاجعه.
حالا 95 میلیارد دلار چی میشه؟ 95 میلیارد دلار میشه فرار سرمایه. یعنی به جای اینکه بیاد خلق ارزش بکنه میشه خونه در دبی آنتالیا. به جای اینکه بیاد خلق ارزش بکنه میشه کالای قاچاق که میاد رقیب تولید داخل میشه پوشاک، میشه لوازم خونه. اینا خب هم اقتصاد داخل رو از بین میبره، هم اشتغال رو از بین میبره، هم سرمایه‌های شما رو درش کار میکنه، نابود میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک سری افراد ذی‌نفع فشار میارن و اجازه نمیدن که قانون اجرا بشه. درسته. این چیزی که شما فرمودین که این مقدار ارز برنگشته، بعدش چه مقداری از اینا برای مثلا شرکت‌های دولتی خصوصیه، چه مقداریش برای اشخاصه؟ چون من دیدم شما یه دونه دوباره توییت دیگه بود که اطلاعاتی رو منتشر کردین، البته اسامی رو محو کردین. حالا من میذارم مخاطبین ببینن. از مجموع 28.2 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی، 7.8 میلیارد مربوط به 100 نفر بوده که 7.7 میلیارد دلار آن، یعنی 98% آن، به چرخه رسمی کشور باز نگشته. یعنی اونایی که اشخاص بودن تقریبا هیچ کدوم برنگردوندن ارزو. بعد و این اسامیشون هم مشخصه، یعنی یه غارتی صورت گرفته، اسامی هم مشخصه، شما هم اسامی رو محو کردی. دیوان محاسبات مهر محرمانه زده که شما محو کردین؟ یعنی آیا انتشار اینا قانونیه؟ ببین، حالا این که میگید غیر قانونی، نه غیر قانونی هم نیست. منتها ما بحثمون این بود که اول اطلاع بدیم که آقایون صادرکننده ها، اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده ها، ارزاتون رو برگردونید. این ارز ثروت ملی کشور، متعلق به مردم است. این ارز باید برگرده، بیاد در فرایند تولید قرار بگیره. امسال تا الان حدود 15-16 میلیارد دلار وارد تولید کنندگان ما در صف تخصیص ارزن. وقتی که شما ارزتون رو نمیارید میرید تو بازار آزاد قاچاق میفروشی، اینا مجبور میشن بیان از بازار آزاد قاچاق بخرن، ارز رو با قیمت 110 تومان برن تولید بکنن. چون تو نمیخوای ارزتو با 70 تومان بفروشی، با 110 تومان میخوای بفروشی، این ما و تفاوت 70 تومان تا 110 تومان رو کی داره تامین میکنه؟ از کجا برمی داری؟ از جیب مردم داری برمی داری. داری از جیب مردم دزدی میکنی. چون تو نمیخوای 70 تومان بفروشی، میخوای 110 تومان بفروشی. اونم میره با 110 تومان ماده اولیه وارد میکنه، تولید میکنه، با قیمت 110 تومان به مردم میفروشه. یعنی ما و تفاوتش داره از جیب من مصرف کننده برمیداری. یعنی دزدی، یعنی غارت جیب مردم. دقت کردید؟ لذا ما گفتیم که این ارزا برگرده و تذکرم میدیم، هشدارم میدیم. از یک زمان به بعد شروع میکنیم به اسامی رو خوندن. دونه دونه اسامی رو میخونیم و میگیم که این افراد بودن که اینقدر میلیون دلار ارز رو بر نگردوندن در این تاریخ و به همین ترتیب. دقت کردید؟ لذا ما اینو گفتیم شاید خود اینا سر عقل بیان و به اصطلاح این کارو، یعنی الان فکر می‌کنین واقعا امیدوارین که اینا با این تهدید، حالا تهدید یا مثلا انتشار محو شده اسمشون، برن ارزششون رو برگردن؟ نه، ما فقط گفتیم که این اسامی هست که الان محو کردیم میتونیم ظاهرش کنیم. دقت کردید؟ به هر حال من به عنوان نماینده مردم حامی منافع مردم در مجلسم و هر چی که به ضرر مردم عمل کنه محکم جلوش وامیستم و هر کسی که بخواد منافع مردم رو به خطر بندازه و جیب مردم رو غارت کنه، من وامیستم جلوش و اجازه نمیدم تا اونجایی که در توان دارم، البته تا اونجایی که در توان دارم. از هر ابزاری هم استفاده میکنم که منافع مردم حفظ بشه. از هر ابزاری استفاده میکنم، اون تو ابزار قانونی استفاده میکنم که در جهت منافع مردم حرکت بکنم تا اونجایی که در توانم هست. این کارو من انجام خواهم داد. حالا یکیش اینه که من دارم اعلام میکنم که این ارز متعلق به جامعه ماست. شما حق نداری ارزت رو عرضه نکنی و بخوای با قیمت بازار آزاد تو بازار قاچاق بفروشی و وارد کننده مواد اولیه کالاهای سرمایه‌ای بیاد با نرخ 110 تومان ارز کالاشو وارد کنه، بیاد تولید کنه، به مردم بفروشه با قیمت تمام شده ارز 110 تومان. این غارت جیب مردمه. یعنی داری راحت شما از جیب مردم دزدی میکنی با این کار. داری از جیب مردم دزدی میکنی. کی گفته نرخ ارز باید 110 تومان باشه؟ 120 تومان باشه. حالا چرا ما به اینجا رسیدیم؟ چرا اینجا رسیدیم که همچین اتفاقی داره میفته؟ این بحثش
بحث مفصلی که چرا قیمت دلار شده. بله. حالا اینو باز من دوباره میخوام تأخیر بندازم، یه سوال دیگه هم بپرسم چون این سوال مهمه. آقای دکتر شما خب خدا حفظتون کنه، آبروتون هم گذاشتین تو این مسیر، منتها این نظام نهادهایی داره، مجلس داره، رئیس مجلس داره، قوه قضاییه داره. شما دارید از یه غارت بزرگ حرف میزنین و این غارت باید همه اینا بیان سرخط بشن، بیفتن دنبال قضیه، اما شما میگین که من یه نفره وای میستم اسمشونم ممکنه افشا بکنم و اگر در واقع ترتیب اثر ندن. من میخوام ببینم اینطوری کار جمع میشه؟ این غارت‌های بزرگ، حالا مثلا این اتفاق افتاد، این احتیاج به یه در واقع کار بسیج همه نهادها و اینها نداره، چون الان خیلی از اینا اشخاصن. حالا شما اشخاص رو گرفتین، بیشتر این ارزا رو شرکت‌های خصوصی فولادیا، مثلا بالاخره آهنیا، فولادیا، پتروشیمیا، اینا بودن نیاوردن. اونا رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اونا دیگه شما نمیتونین جلوشون رو بگیریم. ببینید این که حالا شما میفرمایید به هر حال ما هم بر اساس توانمندی و وسعمون در مرحله اول روشنگریه که باید اول موضوع روشن بشه. تا قبل از این یه بحثای کلی در مورد اینکه ارز برنگشته و اینا بوده، ولی اینکه با این دقت بیاد این مباحث روشن بشه عرض شود خدمت شما نبوده. پس ما در فاز اول بحث روشنگری رو داریم. در فاز دوم فشار به دستگاه‌های نظارتی که دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه حواستون باشه. ما اخیر برای سران نامه نوشتیم، برای سران من نامه نوشتم و در اونجا به سران محترم گفتم آیون سران 95 میلیارد دلار ارز برنگشته و عرض شود خدمت شما که یکی از دلایل اصلیش هم مصوبات کارگروه بازگشت ارزه که خلاف قانون عمل کرده. یعنی یک زمانی امام میفرمودن که آی علمای اسلام به داد اسلام برسید. حالا واقعا جاشه که ما بگیم آی مسئولین به داد مردم برسید، به داد جیب مردم برسید، جلوگیری کنید از این غارت بزرگ داره اتفاق میفته. دقت کردید؟ خب این بحث فاز اولش روشنگریه که این روشن بشه، تذکر بدیم موضوع روشن بشه. در فاز بعدی مطالبه گری جامعه است و در خود مجلسه. به هر حال اون چی که در توان ما هست اینه و روشنگریه که آقای ایکس شرکت ایگرگ تو که ور نداشت ارزاتو نیوردی، چرا نیوردی؟ برای چی نیوردی؟ خانم ایگرگ تو که ارزا رو نیوردی چرا نیوردی؟ حالا این خانم ایگرگ ممکنه اصلا کارت از این یه بار مصرفی ها باشه، در پوشش کارت یه بار مصرفی اسامی ممکنه باشه. خب اینا کی میخواد اینا رو پاسخ بده؟ حداقل از یک جا دیگه جلوی این داستان ها گرفته بشه، یک جا این داستان برملا بشه که چه اتفاقی داره میفته بر سر جامعه. از اون طرف تولید کننده ما در مضیقه ارزیه، از اون طرف ما کارهای اساسی رو هر سال داریم ارز 28500 رو کم میکنیم به خاطر اینکه منابع ارزی نداریم. از این طرف شما نگاه کنید هر سال داره این ارزهایی که برنمیگرده در اقتصاد بیشتر و بیشتر میشه. ببینید سال 400 10 تا برنگشته، 1401 12 تا برنگشته، 1402 14 تا برنگشته، 403 میلیارد برای این که میگم 14 میلیارده، واحد میلیارد دلار. 14 میلیارد. سال 403 22 میلیارد دلار برنگشته. خب برنگشته یعنی چی؟ یعنی به چرخه رسمی برنگشته. وگرنه به چرخه غیر رسمی که اومده، چرخه غیر رسمی چی شده؟ اومده تبدیل به ریال شده، تبدیل به کالای قاچاق شده، تبدیل به فرار سرمایه شده و خب منابع از دست رفته، ضربه زده به اقتصاد داخل، اما جیب یک سری رو پر کرده. جیب یک سری رو پر کرده و متاسفانه سیاستگزارهای ما و بعضاً ذینفعان به دنبال رسمیت بخشیدن این به اصطلاح غارت ملی است. دارن یه جورایی اینو رسمیت میدن این غارت رو. چجوری دارن رسمیت میدن این غارت رو؟ توی 132مین
شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت، اینا میان یک سری مصوباتی دارن. اینش خیلی جالبه. یک سری مصوبات 132مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. خب نگاه کنید، بند 3 میگه وزارت امور اقتصاد دارایی با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص 100% کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه وارد کننده این کالا مجاز شوند شناسایی رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا 6 ماه پس از ترخیص کالا در سامانه مربوطه بارگذاری کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من کالامو وارد میکنم، لازم نیست منشأ ارز مشخص بشه، در حالی که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز هر کسی کالا وارد میکنه باید منشأ ارزش معلوم بشه. آقا معلوم تو ارز از کجا برشی آوردی؟ خب بنابراین من میتونم چیکار کنم اینجا؟ من میتونم بدون اینکه منشأ ارزم مشخص بشه، خب من وقتی که میخوام کالا وارد کنم، طرف مقابلم یا به من اعتبار میده عرض شود خدمت شما، یا اینکه من باید برم ارز رو از بازار آزاد قاچاق بخرم، برم کالامو چیکار کنم؟ ترخیص کنم. اون وقت گفته تا 6 ماه شما میتونید به اصطلاح بدون منشأ ارز کالاتو وارد کنید. خب من میام چیکار میکنم؟ من میرم از بازار آزاد قاچاق ارز رو میخرم، میرم کالامو وارد میکنم. با چه نرخی؟ با نرخ 110 تومان. خب حالا داستان اینجا تموم میشه؟ نه خیر. بعد در بند، اینش جالبه، در بند 11 میگه کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت اجرای جزء 4 تصمیمات فلان مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات یعنی 70% رو مورد بازبینی قرار داد. یعنی چی؟ یعنی اون وارد کنه بدون منشأ ارز، اینم ملزم نباشه که ارزش وارد کشور کنه. کجا بفروشه؟ تو بازار آزاد قاچاق. او از بازار آزاد قاچاق بخره، اینم تو بازار آزاد مجوز داشته باشه که چی؟ انگار همه این تلاشا برای اینه که اون بازار آزاد قاچاق رسمیت دقیقاً این یعنی رسمیت بخشیدن به فرایند غارتگری جیب مردم. این به زبان ساده این یعنی به رسمیت یا رسمیت بخشیدن به فرایند غارتگری جیب مردم. یعنی آیا تو الان مثلا 95.6 میلیارد دلار برنگشته در واقع، یعنی 70 تومن تا 110 تومن، 40,000 تومن ما به تفاوتشه. بله. چقدر میشه؟ ضرب کنید دیگه. چقدر میشه؟ سال، البته برای سال گذشته این رقم بوده، مثلا فرض کنید که 40 تومن تا 50 تومن. مثلا سال گذشته شما 10,000 تومن حساب کن. درسته. شما اگر سال گذشته 10,000 تومن حساب کنی میشه 200,000 میلیارد تومن پولی که داره از جیب مردم برمیداره. اون وقت ما این پول از جیب مردم برمیداریم، 200,000 میلیارد رو میخوایم چجوری جبرانشون کنیم؟ میخوایم 20,000 میلیارد تو جیبشون با کالابرگ بهشون بدیم. خیلی جالبه ها. ببین 200,000 تا برمیداریم، میخوایم با کالابرگ جبرانشون کنیم. خب پارسال حالا 3 سری 4 سری مثلا کالابرگ میخوایم بدیم، هر سری هم که بدیم مثلا 10 تا 20 تا مثلا 20,000 میلیارد، مثلا 15,000 میلیارد پول مثلا کالابرگمون میشه. ببین این که اصلا دیگه این یعنی چی آخه؟ 200,000 برمیداریم، 50,000 میریزیم تو جیبش. تازه این 200,000 که برمیداریم تورم درست میکنه. تورمی که درست میکنه قیمت مسکن میره بالا، قیمت خودرو میره بالا، قیمت پوشاک میره بالا. ما فقط چی رو داریم تامین میکنیم؟ یه بخشی از خوراک رو داریم، مثلا 10 قلم جنس رو براش تا حدودی مثلا داریم تامینش میکنیم. نه نتام میذاریم سرش. بله، یعنی اصلا یک سیاست اشتباه که داریم ما این کار انجام میدیم. به همین ترتیب سالهای قبل هم به همین ترتیب. بعدش هم هی میگیم کالابرگ. آقا کالابرگ چیه؟ تو اینقدر میگی کالابرگ. یه بار گفتی چرا 20 میلیارد دلار ارز چرا برنمیگرده؟ آهای دولت تو کجایی؟ چرا قانون اجرا نمی‌کنی؟ هی میگی کالابرگ. یه بار گفتی 20 میلیارد دلار چرا برنگشته؟ یه بار گفتی که آقا از سال 97 تا 4 ماه 404 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، 95 میلیاردش کجا رفته؟ یه بار گفتی اینو؟ یه بار گفتی که این ما با تفاوت نرخ رسمی تا بازار آزاد قاچاق تو جیب کی رفته؟
یه بار اینو گفتی که این پول از کجا ما باید برداریم، چه جوری ما مردم رو جبران کنیم؟ اینو گفتی؟ هی میگی کالابرگ. کالابرگ به چه دردی میخوره؟ کالابرگ به چه دردی میخوره؟ وقتی که این غارت داره اتفاق میفته شما هی به فکر کالابرگ هستی. حالا البته دادنش بهتر از ندادنشه. میخوام بگم که ما همه فکرها رو، ذهن مردم همه رو داریم متمرکز کالابرگ میکنیم تا از اون به اصطلاح اتفاق، به اصطلاح فاجعه بزرگی که داره در سفره مردم اتفاق میفته همه رو داریم دورشون میکنیم. خب این اشتباهه. این اشتباهه. بعد خیلی جالبه، شما تو تلویزیون، تو تبلیغات تلویزیون نگاه کنید، میگه میخوایی بفهمید که کالابرگ شما چقدر هست؟ میخواید بفهمید که مانده کالابرگ شما چی هست؟ برید در بله، بعد فلان کنید، بیسال کنید، بزنید، فلان کنید. خب یه بارم بیا بگو که ملت شریف، آیا شما میدانید که 95 میلیارد دلار از ارزهای صادرات غیر نفتی برنگشته؟ آیا میدانید که این 95,000 میلیارد ارز برنگشته معادلش میشه این هزار همت همین سال گذشته؟ آیا ملت عزیز شما میدانید که همین 20 میلیارد دلاری که برنگشته معادلش میشه 200,000 میلیارد تومان از جیب شما رفته؟ آیا میدانید؟ ها؟ فقط میگی کالابرگ فلان مانده، کالابرگ را فلان کنید، بیسار کنید. این چیه؟ این شد صدا و سیمای ما. چرا واقعیت رو درست نمیگیم به مردم؟ واقعیت وقتی ما به مردم نمیگیم اینجوری میشه دیگه. وقت اعتماد و سرمایه اجتماعی رو از دست میدیم. درسته. آقای دکتر رهبری خب فرمودند که اولویت مسائل اقتصاد کشور در واقع حفظ ارزش پول ملی و اینهاست. الان این اتفاقی که افتاده رو و این اتفاق همین برنگردوندن ارز و اینها، شما الان ما از وقتی دلار 40,000 تومان بود، از وقتی 45,000 تومان بود شما داشتید فریاد میزدید، الان دلار 120 تومان هم دید. میخوام ببینم که این اتفاقاتی که الان افتاده، ارز انقدر شده، چقدر مربوطه به همین ماجرای برنگردوندن همین ارز و اینهاست؟ یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد، اینا ارزشون رو برمیگردوندن، بازم ما همین وضعیت رو توی جهش نرخ ارز داشتیم یا نداشتیم؟ چجوریه؟ ببینید ما البته این آماری که من میگم گفتم خدمت شما از سال 97 بود. در سال 97 در ابتدای سال 97 ارز در بازار آزاد تقریبا 5 تومن 5,000 خورده ای بود. نرخ رسمی که به عنوان نرخ یکسان شده اعلام کردن 4,200 بود. خب ما از اون زمان که 4,200 اعلام کردیم، بعد از چند ماه اومدیم بازار ثانویه درست کردیم. یعنی نرخ ارز رو بردیم بالا. چرا بردیم بالا؟ گفتیم صادر کننده نگاه میکنه به نرخ بازار آزاد قاچاق، نرخ بازار آزاد قاچاق هم مثلا فرض کن 6 تومنه، صادر کننده تو 4,200 ارز تو بیار تو بازار نیما، توی سامانه نیما بفروش، ما و تفاوتش رو برو گواهی صادراتی بگیر تو بورس بفروش مثلا. پس ما از همون اول برای اینکه صادرات برگرده هی ارز رو بردیم بالا. ارز صادرات رو از 5 تومن 6 تومن الان کردیم چقدر؟ 97,000 تومن در تالار دوم. در سال گذشته چند برابر میشه؟ 6 تومن 7 تومن شده 92,000 تومن، میشه چند برابر؟ میشه تقریبا بیش از 10 برابر، 11-12 برابر. آیا رقم صادرات غیر نفتی ما هم 11-12 برابر شده؟ نه خیر. صادرات غیر نفتی ما از سال 1397 که بوده، عرض شود خدمت شما، تقریبا مجموع صادرات غیر نفتی ما که بوده حدود 30 میلیارد دلار، 403 میشه حدود بر اساس آمار بانک مرکزی به غیر از صادرات بخش دولتی، نفت، برق، گاز طبیعی اینا، شده 47 میلیارد دلار. البته غیر با اینها رو، یعنی غیر نفتی با برق و فلان اینها رو حساب کردن شده 57 تا، منتها بدون این شده 47 میلیارد دلار. شده 47 میلیارد دلار. یعنی تقریبا میشه گفتش که 1.5 برابر شده تقریبا. 2 برابر نشده، 1.5 برابر شده تقریبا. خب نکته اینجاست که چرا ارز رو ما افزایش دادیم؟
همین سال گذشته رو شما نگاه کنید. سال گذشته ابتدای سال دلار نیما بود 40 تومن، یعنی دلاری که صادرکنندگان ارزش رو باش می‌آوردن. ما 40 تومن رو در آذر ماه کردیم 54 تومن 55 تومن. چرا این کارو کردیم؟ گفتیم که ما باید نرخ رسمی رو یکسان کنیم، نرخ توافق رو با نرخ نیما یکسان کنیم، چون چند نرخی فساد هست. صادرکننده ها میگفتن که اگر شما نرخ رو 60 تومن کنید ما همه ارزمون رو میاریم به شما میدیم. خب ما این کارو کردیم، نرخ رو کردیم 58 تومن. با افزایش نرخ ارز رسمی نرخ بازار آزاد قاچاق هم چی شد؟ افزایش پیدا کرد. یعنی اونم رفت فروش 70 تومن، 75 تومن، 80 تومن و اون دوباره نگاه کرد به بازار آزاد قاچاق، دوباره ارزش نیورد. چطور میشه سال گذشته با وجود اینکه ما ارز 40 تومانی رو کردیم چقدر؟ 70 تومن. با این وجود صادرکننده 20 میلیارد دلار ارز نیورد. یعنی ما هم چوب خوردیم هم پیازو. خب امسال هم داریم همین کارو میکنیم. امسال هم دقیقاً داریم همین کارو میکنیم. یعنی اومدیم گفتیم که خب آقا تالار اوله، صادر کننده غیر، صادر کننده فلان، تو ارز تو نیوردی، همه غیرها بیش از 80% ارزششون رو نیوردی، بیا در تالار دوم 97 تومن. تو که دوباره چند نرخی درست کردی، که اونجا میگفتی چند نرخی فساده، اینجا خودت دوباره چند نرخی درست میکنی، که یه نرخ 70 تومن، یه نرخ 96 تومن، یه نرخ 28500، یه نرخ بازار آزاد قاچاق. نرخ آزادم میره 110 تومن. اون میگه آقا تو چرا 98 تومن میاری؟ من میرم 110 تومن میفروشم. نمیارم. حالا سال گذشته که من 20 میلیارد دلار نیاوردم، تو چیکار کردی؟ امسال 25 میلیارد دلار نمیارم. اونم تو چیکار میخوای بکنی؟ وقتی که شما چراغ قرمز رو ضمانت اجرا براش نمیگذاری، همینجوری هر کسی میاد رد میشه میره. دیگه کسی تابع قانون نمیشه. خب حالا ما برای اینکه صادرات غیر نفتی رو ارزشو برگردونیم این نرخش رو بردیم بالا. ارز بر نگشت. نه تنها ارز بر نگشت، نرخ هم بردیم بالا. با افزایش نرخ ارز رسمی یعنی نیمایی، تجاری، تالار اول، تالار دوم، نرخ بازار آزاد قاچاق هم افزایش پیدا کرد. یعنی تقریبا میشه گفتش که عامل اصلی افزایش نرخ ارز در اینجا خود دولت بوده که با واسطه تشویق صادرکننده برای اینکه ارزشو برگردونه فکر می‌کنه که صادرکننده رو شما هر چقدر که نرخ ارز رو ببری بالا، او تشویق میشه که ارزشو برگردونه. خب برنمیگردونه دیگه. پارسال برنگردون. 40 تومن کردی 70 تومن برنگردون. امسال هم شما بکن 95 تومن، چون دلار تو بازار آزاد 110 تومن رو نمیاره. شما بکن 110 تومن، دلار تو بازار آزاد میشه 140 تومن، بازم نمیاره. تا کجا میخوای ادامه بدی؟ دلار 6 تومانی از سال 97 تا الان کردی 96 تومن، 97 تومن در تالار دوم. تا کی میخوای این روند رو ادامه بدی؟ یعنی میگن مؤمن از یک سوراخ چند بار گزیده نمیشه، یا میگن عاقل از یک سوراخ چند بار گزیده نمیشه. ما از یک سوراخ 10 بار گزیده شدیم، بازم انگشتمون میکنیم تو اون سوراخ. تا کی میخوایم این کارو بکنیم؟ خب این نشون میده که یک جریانی تو این داستان هست. یعنی جریان مافیاییه. این حالا یا مافیاییه. من یادم میاد که شما 2 سال پیش بود من اولین بار اومدم، دقیقا شما همینو گفتید که آقا این روند دقیقا عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. همه اینا رو گفتین، انجام دادن، دوباره دارین میگین دوباره انجام میدن. من فکر می‌کنم سال دیگه هم باید بیان بگین دوباره انجام میدن و ما همینطوری داریم. و این به نظرم، چون ببینید آقای دکتر، اینی که شما دارید میگید اینا ارزششون رو برنگردوندن، یه ویدیو هست از آقای روحانی. آقای روحانی دقیقاً همینو میگه، گلایه میکنه آقا اینا ارزششون رو برنگردوندن، این مشکل داخلیه، تقصیر آمریکا نیست. از آقای رئیسی دقیقاً همین ویدیو هست که با عصبانیت میگن آقا چرا ارزاتون رو نمیارین، تازه شما شرکت‌های مثلا نیمچه دولتی هستین و اینها. خود رهبری اومدن گفتن آقا اینا میخوان ارزششون رو، این شرکتایی که مثلا باید کمککار حکومت باشن تو شرایط فلان، اینا میخوان به اون قیمت جعلی تلگرامی بفروشن. یعنی حتی رهبر مملکت هم زورش به اینا نمیرسه. یعنی 2 تا رئیس جمهور، رهبر. یعنی این دیگه نمیشه گفت مافیایی نیست. یعنی قدرت انقدر زیاد شده
و به نظر شما این نمیدونم با انقلاب دومی باید صورت بگیره؟ چون اینا شما الان دارید میگین مجلس اونقدری که باید نشون نمیده حساسیت، قوه قضاییه اونجور که باید نشون نمیده حساسیت، باید چیکار کرد؟ فقط روشنگری؟ به هر حال ببینید اون چی که از نظر ابزار قانونی دست من نماینده هست، من نماینده چیکار میتونم بکنم؟ ابزار قانونی دست من نماینده چیه؟ الان آقای قالیباف مثلا چی گفتن؟ یکی تذکره که دارم میدم، یکی سواله که پرسیدم، یکی استیضاحه که ما استیضاح هم کردیم سال گذشته، یکی تحقیقات تفحصه. اینا کارهایی است که ما میتونیم انجام بدیم. یکی دیگه روشنگریه که داریم انجام میدیم این کارو. درست شد؟ خب من که نمیتونم به اون صادر کننده گردش برنمیگره بیام خفش کنم. یعنی این ابزار قانونی من ندارم که همچین کاری کنم. یا بگیرمش مثلا اعدامش کنم. من که همچین ابزاری ندارم. ابزار من همین چیزایی است که در قانون برای من گذاشته، در آیین‌نامه داخلی مجلس، در قانون آیین‌نامه مجلس گذاشته. منتها ساختار حکمرانی ما باید به گونه‌ای عمل کنه که اصلا صادر کننده به خودش اجازه نده یه همچین کاری بکنه. ما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا قانون بازدارنده است. ما قانون رو اجرا نمی‌کنیم. متولیان اجرای قانون باید قانون رو اجرا کنن. یعنی کی؟ یعنی الان وقتی که عرض شود خدمت شما کارگروه بازگشت ارز میاد مصوبه غیر قانونی انجام میده و میگه 60% ارز اگر برگرده صادر کننده میتونه کالاشو صادر کنه، خب معلومه یه همچین فاجعه‌ای اتفاق میفته که ما تذکر دادیم در قالب یک نامه‌ای به سران، گفتیم که آقا جلوی این کارو بگیرید. حالا ببینیم که سران در برابر این نامه چه عکس العملی نشون میدن، چه واکنشی نشون میدن. تا الان که هیچ واکنشی نشون ندادن، تا الان هیچ گونه واکنشی نشون ندادند که حالا اگه واکنششون بدن ما اینو در جریان میگذاریم برای مردم. به هر حال باید اینا بیان توضیح بدن برای مردم که آقا این ارزایی که برنگشته چرا برنگشته، دلیلش چیه، ما به عنوان سران داریم چیکار میکنیم. چون به هر حال یا یه بخشش مربوط به قوه مقننه است، یه بخشش مربوط به قوه قضاییه است که عمدش قوه قضاییه است، یا یه بخشم مهم مربوط به قوه مجریه است. یعنی الان کمکاری مثلا اون اعظمی که وجود داره از قوه قضاییه است، درسته؟ اول مجریه بعدن قضاییه. آها. یعنی مجریه است که با اون مصوبات به اصطلاح خلاف قانون اجازه داره میده که همچین فاجعه‌ای اتفاق بیفته. آقای دکتر شما راجع به استیضاح گفتین، خیلی از منتقدان شما اومدن گفتن که شما اومدید آقای همتی رو به بهانه اینکه ارز در واقع شده 100 تومن و حفظ ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده استیضاحش کردین. الان با تعابیر بعضن تندم به کار میبرن که با شلوغ بازی و با سر و صدا و اینا یه کاری کردید که ایشون استیضاح شه. الان دلار تا 120 تومن هم رفته و شما بیاید پاسخ بدین که آقا این چه کاری بود اصلا کردین، چه هزینه‌ای بود که درست کردین. این شما استیضاح کردید که دلار مثلا پایین بمونه، الان تازه 120 تومن هم دیده. جواب شما چیه؟ ببینید یه چیزام بگم، یه اختلافی هم بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی مثل این که یه مقداری تو رسانه ها علنی شد که اینا یه اختلافایی با هم دارن. مثل یه آقای مدنی زاده مثلا طرفدار اینه که آقا بازار رو رها کنین، آزاد کنین. میخوام اگه میشه به اونم اشاره کنید چون وقتمون کمه. این دوتا سوال منو خیلی تو ذیل یه جواب به من ببینید. در مورد سوال اولی که پرسیدید خوب توجه داشته باشید. به هر حال ما به عنوان نماینده مردم و خادمین مردم در مجلس یک سری ابزارهایی داریم. ما رصد میکنیم دولت رو، اون جایی که لازم باشه کمکش میکنیم، اون جایی که لازم باشه تذکر میدیم به لحاظ قانونی، اون جایی که لازم باشه عرض شود خدمت شما سوال میپرسیم و اون جایی که لازم باشه تحقیق و تفحص و استیضاح. اینا ابزاره. وقتی که ما میبینیم که وزیر اقتصاد داره فشار میاره در بازار آزاد قاچاق و نرخ رسمی ارز افزایش پیدا بکنه و افزایش میده نرخ ارز با فشاری که رو بانک مرکزی میاره، خب من که به عنوان خادم مردم که نمیتونم برم نگاش کنم، که من باید از ابزار قانونی استفاده کنم. در جای خودش از ابزار قانونی ما استفاده کردیم و این استیضاح استفاده. این ابزار دست من بود. خب از اینجا به بعدش آقای ریاست محترم جمهور باید چیکار کنه؟ باید تدبیر کنه.
یعنی بدونه که آقاش من این وزیری که گذاشتم مجلس استیضاح کرد، من باید یک وزیری رو بگذارم که عرض شود خدمت شما دیگه این خطاها رو مرتکب نشه. من که نمیتونم به عنوان نماینده به آقای رئیس جمهور بگم آقای رئیس جمهور تو آقای ایکس رو بذار یا آقای ایگرگ رو بذار. من به لحاظ قانونی همچین شأنیتی ندارم، اما من به لحاظ قانونی شأنیت دارم وقتی که آقای ایکس یا ایگرگ اومد تو مجلس به عنوان وزیر اقتصاد بهش رأی ندم. من به لحاظ قانونی باید این کارو بکنم. خب وقتی که ریاست محترم جمهور میاد یک کسی رو معرفی میکنه که نه توانمندی این کارو داره و نه آگاه نسبت به مباحث اقتصاد ایران و کشور ما و همه ما حالا میگم همه، یعنی حداقل من پیش بینی میکردم که عملکرد ایشون به چه نتیجه ختم بشه. خب باید ما به هر حال تذکر میدادیم که تذکر دادیم. اولین تقریبا افرادی که یا فردی که اومد تذکر داد گفت آقا این فرد مناسبی نیست، آقای ریاست محترم جمهور اجتناب کنه از این انتخاب و چند تا از نماینده هم تذکر دادن، حالا در قالب توییت و در قالب تذکراتی که لازم بود به ریاست محترم جمهور دادن. خب ریاست محترم جمهور به رغم همه این داستانا میاد ایشون انتخاب میکنه و معرفی میکنه. ما که نمیتونیم مانع بشیم که. خب پس ما مخالف بودیم اما همه مجلس مخالف نبود. خب انتخابات ایشون دقیقاً مقارن شد با بحث جنگ 12 روزه و گفتن آقا شرایط جنگی است و فلان و فلان و فلان. خلاصه مجلس رأی داد. اون تو رأیش هم شکننده بود، رأی بالایی نگرفت، 170 خورده ایشون رأی گرفته. خب حالا ایشون وارد عمل شده، دوباره ما می‌بینیم که عملکرد ایشون بدتر از قبلیه. یعنی حالا ما میگیم که از آقای همتی بدتر می‌دونید. بله ما حالا بگیم ما در استیضاح اشتباه کردیم، نباید ایشون استیضاح می‌کردیم. چرا؟ اتفاقا باید ایشون استیضاح می‌کردیم. اما اینجا ما عملکرد رئیس جمهور رو باید زیر سوال ببریم که آقای رئیس جمهور تو چرا اشراف نسبت به موضوع نداری؟ چرا اشراف نسبت به آدما نداری؟ چرا یک فردی رو معرفی نکردی؟ چون مجلس که با شما همراهه که در واقع انتخاب آقای مدنی زاده که انتخاب پزشکیان نیست، که اون مجموعه از تصمیم گیران و اینها اومدن و هم دست به دست هم دادن که ایشون انتخاب بشه. یعنی حتی این تصمیم شخص آقای پزشکیان نبود که مثلا بخواد اون انتخاب نه. به هر حال ببین به لحاظ قانونی ریاست محترم جمهور باید معرفی کنه به مجلس، یعنی نامه رئیس جمهوره. حالا ممکنه کسای دیگه هم بهشون گفته باشن، مشاوره دادن، ولی ایشون مختاره که مشاوره رو انتخاب بپذیره یا نپذیره. بنابراین مسئولیتش به عهده رئیس جمهوره. درست. حالا اون تقابل بین بانک آقای فرزین و آقای مدنی زاده که یه مقداری رسانه‌ای شد، اون چی بود؟ ایشون مثل که باز فشار میارن که ارز بره بالا به بانک مرکزی. آقای مدنی زاده متاسفانه چون اشراف رو موضوعات نداره، ایشون بحث یکسانسازی نرخ ارز رو مطرح کرده. آقای رئیس بانک مرکزی خب هم اشرافش بیشتره هم تجربهش بیشتره نسبت به ایشون و به درستی بهش گفته که آقا یکسانسازی نرخ ارز اگر بخوای انجام بدی در شرایط موجود با یک تورمی مواجه میشه. اختلاف بر سر این بوده و متاسفانه ایشون نمیدونه که یکسانسازی نرخ ارز یعنی چی. یکسانسازی نرخ ارز یعنی ما یک نرخ فقط باید در اقتصاد حاکم بشه و تمام معاملات ارزی با اون نرخ انجام بشه. این که میگم همه معاملات ارزی یعنی از کالاهای اساسی گرفته، مواد اولیه تولید گرفته، کالاهای سرمایه‌ای گرفته و واسطه‌ای گرفته تا کالای قاچاق و هر نوع مصرف ارزی دیگه، تا ارز فرار سرمایه، تا ارز مسافری، تا ارز قاچاق مواد مخدر، همه اینا رو شما بتونید تامین کنی. یا باید جلوش رو بگیری یا باید تامینش کنی، چون اگر تامینش نکنی یک نرخ دیگه پیدا میشه تو بازار. شما که ندی میری تو بازار یک نرخ دیگه پیدا میکنی. الان میتونی جلو اینا رو بگیری؟ اگر بتونی جلو اینا رو بگیری که خیلی خوبه. بکن، یکسانسازی باید بشه. اصلا همه ما طرفدار یکسانسازی هستیم، منتها شرایط داره.
منتها کی هستش که یکسان سازی مخالفه؟ منتها شرایط داره. شرایطش چیه؟ شرایطش اینه که شما تقاضای ارز مواد مخدر رو بگیری، تقاضای ارز کالای قاچاق رو بگیری، تقاضای ارز فرار سرمایه رو بگیری، تقاضای ارزهای مسافری غیر ضرور رو بگیری. اگه تونستی اینا رو بگیری، بله میتونی کنترل کنی. اگر نه که نمیتونی کنترل کنی. خب اگر بخوای این کار رو انجام بدی، اینا رو کنترل نکنی، یکسانسازی نرخ ارزم چجوری میخوای انجام بدی؟ با افزایش نرخ ارز میخوای انجام بدی. یکسانسازی نرخ ارز یعنی چی؟ یعنی 28500 حذف، یعنی 70000 تومان حذف. مثلا تالار دوم نزدیک بازار آزاد. خب مثلا بازار آزاد 110 اون بده 107. مثلا 107 100 تومان هستن. شما بگو 100 تومان خیرشو ببینیم. مگه ما این کارو نکردیم؟ ما مگه 401 نیومدیم ارز 4200 رو حذف کردیم؟ بحث یکسانسازی بود دیگه. مگه نکردیم ما این کارو؟ یکسانسازی کردیم با 401. چیز جدیدی نیست. خب چه اتفاق افتاد؟ ارز اومد رو 25 تومن، بعد از 2 ماه اومد روی 35 تومن، 36 تومن. بعد گفتیم ببخشید ما فقط کالای اساسی رو میدیم 25 تومن 26 تومن. بقیه برن مثلا تو نیما بخرن. نیمام شد 30 تومن، نیما شد 40 تومن، 50 تومن، 60 تومن، 70 تومن. دوباره 28 تا 500 با اون فاصله گرفت و بازار آزاد رفت رو 100 تومن. شما میخوای این کارو بکنی؟ قبل از اونم اگر این یکسان سازی نرخ ارز بخوای انجام بدی، تورمی که ایجاد میشه مثل سال 401 کی میخواد جواب بده؟ مشکل ما اینه که تصمیمات مسئولین ما هیچ مسئولیتی دنبالش نیست، یعنی هیچ عواقبی نداره. میگه آقا حالا اون کسی که اومد پیشنهاد حذف 4200 کرد و حذف کرد الان کجاست؟ اونایی که حمایت کردن از حذف 4200 کجا هستن الان؟ اینا از سیستم تصمیم سازی اقتصاد کنار گذاشته شدن یا الان همشون هستن و همونا دارن تصمیم سازی میکنن. اینش خیلی جالبه. یعنی انقدر اینا روشون زیاده و پرروان که در سیستم موندن، تصمیم سازی هم میکنن، دوباره تصمیم غلط هم اجرا میکنن. این ساختار حکمرانی در به داغون ماست متاسفانه. درسته. الان کردید لذا دعوا بر سر اینه. بله آقا ایشون شما مسئولیتشو میپذیری؟ آقا بیا اعلام کن تو صدا و سیما بشین. آقا من مسئولیت یکسانسازی نرخ ارز رو میپذیرم. اگر تورم شد، اگر من نتونستم کنترل کنم، ما نمیگیم به قول فرمایش ریاست محترم جمهور که فرمودن آقا بدید به ایشون، اگر نتونست اعدامش کنید. نه ما نمیگیم اعدامش. ما میگیم آقا شما برو تو خونه بشین، اظهار نظر نکن، حقوقت هم بگیر، فقط تو پست دولتی دیگه قرار نگیر. تو دانشگاه نرو درس بده که بخوای ببخشید یه مش مزخرفات تحویل دانشجوها بدی که اونا مثل شما فکر کنن فردا بخوام بیان تو پست‌های کلیدی مملکت بشینن. اگر نتونستی، اگرم که تونستی، اگرم تونستی که باید اصلا مجسمه شما رو از طلا بگیریم. همینجا ما همه دست شما رو میبوسیم که تونستی این کار رو انجام بدی. ولی ما تجربه‌ای که داریم، دانشی که داریم میگه که این اتفاق نمیتونه بیفته. درسته. الان آقای فرزین مثل که زمزمش هست که ایشون میخواد تغییر بکنه، درسته که همسو باشه با وضعیت. حالا منم شنیدم روی این حرفا دیگه نمیشه خیلی درست. آقای دکتر شما این هفته پیش یک مجمعی برگزار شد، حزب تمدن نوین اسلامی، که شما هم منتخب شورای مرکزی بودین. بعد از اینکه این حزب مجمع این جلسه برگزار شد، خیلی حاشیه‌های عجیب و غریبی درست شد که اصلا هیچکی فکر نمی‌کرد که این مجمع اینقدر واکنش تو فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور داشته باشه. من 2 تا سوال از شما دارم. یکی اینکه شما این واکنش‌های عجیب غریب رو به این حزب علتش رو چی می‌دونید؟ 2 اینکه همین موارد غارتی که امروز راجبش صحبت کردیم تو این جلسه از طریق این سازوکار حزب و اینها چطوری میشه پیگیری کرد؟ یعنی مثلا حزب میتونه یه حزبی بره مثلا شکایت کنه که آقا داره یه کار غیرقانونی صورت میگیره، یه فشاری مثلا در واقع چون این یه بدنه اجتماعی داره، یه مردمی داره، این یه فشاری ایجاد بکنه که بتونه جلوی این اتفاقات ضد منافع ملی و ضد مردم گرفته بشه. این آخرین سوال من از شماست. این
حاشیه ها رو علتش شما چی میدونید؟ ببینید خب حاشیه ها طبیعیه، چون ببینید اونایی که الان مثلا فرض کنید که ارز رو بر نمیگردونند و میرن با قیمت بازار آزاد قاچاق میفروشند، نرخ ارز میره بالا، یک سری پکیج فروشایی هستن که منافع زیادی میبرند. شما اگر کسایی که دارن این حواشی رو درست میکنند رو برید ردیابی کنید، نمیگم همشون ولی اکثرشون یا پکیج فروشن یا یک جوری منافعشون با ارز و نرخ ارز و تورم گره خورده. لذا طبیعیه وقتی که یک جریانی داره به نفع مردم میخواد عمل کنه و میخواد صاحب این منافع رو به اصطلاح محدود کنه و جلوی این غارت رو بگیره، خب طبیعیه که اونا بیان حاشیه سازی بکنن. طبیعیه. مثلا در مورد من کم مینویسن، مینویسن، میگن، فلان میکنن. خب اصلا اینا یه چیز طبیعیه. اگر غیر از این باشه نشون میده که حرکت ما حرکت ناسالمیه. دقت کردید؟ وقتی که شما حامی مردم هستی، دفاع از حق و حقوق مردم میکنی، اونایی که صاحبان قدرتن، صاحبان زر و زور هستن، صاحبان به اصطلاح اموال ناشی از غارت مردم هستن، خب منافعشون به خطر میفته. خب باید این عکس العمل رو داشته باشن. یعنی عکس العمل اینها طبیعیه و منم میفهمم که چرا اینا یه همچین عکس العمل نشون میدن. حزب تمدن اسلامی هم اومده که جلوی این غارتگری ها رو بگیره. حزب تمدن اسلامی اومده تا یک پارادایمی رو به اصطلاح جا بندازه که به مبناش فقط منافع مردم هست ولا غیر. هر سیاستی که بر ضد منافع مردم عمل میکنه این وامیسته جلوش. خب طبیعیه که خیلی بیان جلوش وایسن. دقت کردید؟ لذا اگر انجام نشه آدم شک میکنه که نکنه من اشتباه دارم میکنم، چون این صاحبانی که پکیج فروشن و بی سوادن، معمولا اینا اکثریت هم سواد اقتصادی ندارن. شما نگاه کنید اکثریتشون سواد اقتصادی ندارن، اکثریتشون بی سوادن، اکثریتشون هم منافع چند زیادی بردن، یعنی ثروت‌های کلانی بردن و عرض شود خدمت شما به انواع مختلف دارن میچاپن. خب این از این داستانه. طبیعی که همچین اتفاقی میفته. یعنی شما فکر میکنی که اونا باید بیان دفاع کنن؟ معلومه که دفاع. در طول تاریخ ما ده ها حزب داریم، اینا جلسه دارن، مجمع میگیرن، اصلا هیچ خبر، حتی یه خبر نمیاد بیرون. طبیعیه. شما برید شما 10 حزب رو نگاه کن ببین خروجی 10 حزب چی بوده. 10 حزب ما چقدر در برابر این سیاست‌های اقتصادی که به ضرر مردم بوده موضع گرفتن و اومدن علنی کردن خیلی از موضوعات. کاری نداره که شما 10 حزب رو لیست کن ببین خروجی‌هاشون هم که جلوش بنویس، بگو حزب ایگرگ خروجیش، حزب ایکس خروجیش این، حزب این فلان. وقتی که حزبی خطر باشه توی حاشیه امنی قرار میگیره دیگه. وقتی که خطر برای منفعت اونا نداشته باشه توی حاشیه امنی. حالا من نمیخوام بگم که همه این حزبا بی خاصیتن، نه، این حزبا خاصیت دارن، این حزبا فلانن، ولی خب ممکنه توجه نداشته باشن به خیلی از مسائل. دقت کردید؟ ممکنه به خیلی از این مسائل توجه نداشته باشن. خب این حزب اومده از اول بر اساس یک مبانی فکری شکل گرفته، یک اصولی داره، یک برنامه‌ای داره، یک هدفی داره که هدفش با منافع مردم انطباق داره. هیچ کدوم از این کسایی هم که الان تو این حزب هستن نه پکیج فروشن، نه صاحب سرمایه‌های آنچنانی هستن. برید سرمایه ثروت اینا رو بررسی کنید، ببینید اینا چه ثروتشون چیه، به اصطلاح چه منافعی دارن میبرن. لیست فیش حقوقیاشون رو ببینید که فیش حقوقیشون چقدره. همین رو ببینید. برید تحقیق تفحص بکنید در مورد این پکیج فروشایی که در مورد اینا صحبت میکنن و در مورد ما به تحقیق تفحص کنید و اینا که تو این حزب هستن. کاری نداره که ببینن که اینا چیکار میکنن، اینا دارن چیکار میکنن. حتی دکتر دو طرفه بوده، یعنی هم حملات خیلی زیاد بود، هم از اون طرف تا الان نزدیک 50,000 نفر اومدن عضو این حزب شدن، در حالی که هنوز یه ماه نمیگذره از این و این. یعنی هم حمله ها خیلی زیاد بود، هم استقبال مردم خیلی زیاد بود. ببینید همیشه در طول تاریخ نشون داده
مردم همیشه مسیر حق رو انتخاب میکنن. مسیر مردم مسیر حقن و طرفدار کسایی هستن که به نفع عموم مردم عمل کنن. انقلاب اسلامی انقلاب مردمی بود. بسیج یک نهاد مردمی بود. سپاه یک نهاد مردمیه. عرض شود خدمت شما اتفاقاتی که از نهادهای مردمی شکل میگیره اتفاقهای میمون و مبارکی است. معمولا تحولات عمیق و تحولات بزرگ تحولاتی است که ریشه در بسیج مردم داره، ریشه در مردم داره. وقتی که ما از مردم جدا میشیم و جیب خودمون رو از جیب مردم جدا میکنیم، اینجا عمق فاجعه شروع میکنه. اینجا جایی است که دیگه این جداسازی ها اتفاق میفته و ما به فکر خودمون هستیم در حالی که مردم از مردم غفلت میکنیم. همین کاری که الان داره اتفاق میفته. الان صادر کننده که ارزش رو نمیاره میخواد با 110 تومان بفروشه، نمیدونه که این باید یک مواد اولیه بخره با قیمت 110 تومان از مردم بگیره. اینو نمیدونه. اون جیب خودش رو میبینه فقط. اون نمیدونه که الان بره با این پوشاک داره وارد میشه، پوشاکی که الان تو داخل این همه ما کارگاه‌های کوچیک داریم که داره پوشاک تولید میکنه، این همه آدمای مختلف دارن اونجا مشغول میشن، این پوشاک میاد این صنعت این رو میخوابونه. این نمیدونه اینو. مقابل مردم وایساده. مقابل مردم وایسه. اون کسی که ارزش رو نمیاره و در بازار آزاد قاچاق داره میفروشه، این مقابل مردم وایساده. اونایی که نمیدونن بدونن، اون صادر کنندگان محترمی که نمیدونن بدونن، شمایی که ارزتون رو وارد نمی کنید و میرید در بازار آزاد قاچاق میفروشید، شما مقابل مردم وایسادید، مقابل منافع مردم وایسادید و این در نهایت به ضرر خود شما تموم میشه. این ثروت بادآورده به هیچ که وفا نمیکنه. شک نکنید که این ثروت بادآورده به هیچ که وفا نمیکنه. خیلی ممنونم اینکه وقتتون رو اختصاص دادید دکتر. یا علی مدد. یا الله موفق باشید.